سلام به همه. خوش اومدید به کانال من. اینجا جایی که با هم به دنیای شگفت‌انگیز فضا سفر می‌کنیم. اگر عاشق ستاره‌ها، سیاره‌ها و رازهای کیهان هستید، حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشید و کانال رو سابسکرایب کنید. فضا چیزی فراتر از تصور ماست. وقتی شب به آسمان نگاه می‌کنیم، تنها بخش کوچکی از جهان بی انتها رو می‌بینیم. کهکشان راه شیری، جایی که ما زندگی می‌کنیم، خودش بیش از 100 میلیارد ستاره داره. حالا تصور کنید که میلیاردها کهکشان دیگه هم وجود دارن. این یعنی ما در یک دریای بی‌پایان از ستاره‌ها و سیاره‌ها شناوریم. حتی نور بعضی از ستاره‌ها میلیون‌ها سال طول کشیده تا به چشم ما برسه. پس هر بار که به آسمان نگاه می‌کنیم، در واقع داریم به گذشته نگاه می‌کنیم. در منظومه شمسی، هر سیاره داستان خاص خودش رو داره. مریخ، سیاره‌ای که دانشمندان امیدوارن روزی انسان‌ها روی اون زندگی کنن. زحل، با حلقه‌های باشکوهش که مثل یک اثر هنری در آسمان می‌درخشه. و مشتری، بزرگترین سیاره منظومه شمسی، با طوفان‌هایی که صدها سال ادامه دارند. حتی سیارات کوچکتر مثل عطارد و نپتون هم ویژگی‌های منحصر به فردی دارند. هر کدوم از این دنیاها رازهایی دارند که هنوز کشف نشده. امروز بشر در حال ساختن موشک‌ها و ایستگاه‌های فضایی پیشرفته است. شرکت‌های فضایی خصوصی مثل اسپیس ایکس برنامه دارن انسان رو به مریخ ببرن. ایستگاه فضایی بین‌المللی هم نشون داده که همکاری جهانی میتونه ما رو به کشف‌های بزرگ برسونه. شاید در آینده نچندان دور سفر به ماه یا مریخ مثل سفرهای هوایی امروز عادی بشه و حتی ممکنه نسل‌های آینده در سیاره‌های دیگه زندگی کنن و تمدن‌های جدیدی بسازن. اما هنوز سوال‌های بزرگی بی پاسخ مونده. آیا در جای دیگه از جهان موجودات زنده وجود دارن؟ سیاه‌چاله‌ها دقیقاً چه چیزی رو در دل خودشون پنهان کردن؟ و آیا جهان پایانی داره یا بی نهایت ادامه پیدا میکنه؟ این رازها باعث میشن فضا همیشه پر از هیجان و شگفتی باشه. فضا پر از رمز و رازهایی هست که هنوز نمیدونیم. هر بار که به آسمان نگاه میکنیم، در واقع داریم به گذشته نگاه میکنیم، چون نور ستاره ها میلیون ها سال طول کشیده تا به ما برسه. اگر شما هم مثل من عاشق این شگفتی ها هستید، کانال رو دنبال کنید، لایک کنید و نظرتون رو درباره این که دوست دارید در آینده به کدوم سیاره سفر کنید برام بنویسید. تا ویدیوی بعدی، به آسمان نگاه کنید و رویا پردازی رو فراموش نکنید.